درود بر شما، خیلی خوش اومدیم به جوک‌های قندی. جوک‌های لحظه‌ای یا همون لایناپ خارجی‌ها رو برای راند اول داریم. چیزی که یه جا میتونی بگی ولی یه جای دیگه معنیش خیلی بده. توی راند دوم شرح وضعیت با اسم فیلم و سریاله. یه موقعیتی بیان میشه و بچه‌ها باید اسم یه فیلمی که بهش میخوره رو بگن. و در نهایت راند سوم جوک‌های لحظه‌ای برعکسه. لاینو من میگم، بچه‌ها موقعیت رو میگن. قوانین رو که دیدین، بریم سراغ جوجو رو بهتون نشون بدم. چه زیبا. متاسفانه کلا کپ گیر نیاوردیم، از صابر اول براش کلاشو قرض گرفتیم گذاشتیم سر جوجو. جاستین بیبر زمان نوجوان. آره شبیه جاستین بیبر شده. خیلی زیباست. چینشو سفت میکنم یه وقت نیفته. نمیافته دیگه. الان زیباش. ایول. عشق است آقا. جوجو برو سر جا. اساطیر یونان. وحید کو؟ اپتیموس پرایم. اپتیموس پرایم. کامیون شو برو. درازی شبیه چیز شو، شبیه شخصیت‌های چرا اونجوری شبیه شخصیت ژاپنی اصلا تو سوباسا اینا من اینو دیدم. آقا علی امیدوارم بمونه همون. بریم برای راند اول. بفرمایید. جوکای لحظه‌ایه. اوکی. به. حل از سر میز شروع بشه. من موقعیت رو برای شما توصیف میکنم، این جمله رو بهتون میگم، شما جملاتون رو بگین. اینم بهتون بگم بچه‌ها از قبل براشون نوشتم، بهشون دادم و روش فکر کردم و اینا هم بداهی نیست. ما که ندیدیم. آره چیزی که میگه درسته ولی صبح این اتفاق افتاد. نه بازم ما ندیدیم. چیزایی که نباید بعد کات کردن به مادر پارتنرت بگی. خیلی چیزای بدی نوشتم بچه‌ها، من از الان عذرخواهی قبلش می‌کنم از تمام پیشاپی خانوم‌ها، آقایون، سنین مختلف، مادرها، به پدرها، خصوص زندایی‌ها این ویدیو موجودات این ویدیو رو مختلف ترجیحاً یا نبینید یا تنها ببینید. از انواع نه، اقسام ببینید. جاندارها من عذرخواهی می‌کنم. هر موجودی من که خیلی در زنده. نقش پسر نوشتم کلا. یعنی همینه. آره همین اوکی. اوکی بگو. کاش واقعا بی پدر بود. اصلا انتظار اینو نداشتم. شروع ویدیو از اینجا. اصلا انتظارشو قرار نداشتم. بخندیم. قرار نیست آره. ناراحت چرا فکر می‌کنم من شوکه شدم. خیلی عذر می‌خوام. مطمئنم پای شما خوشمزه تره. وای. این که پای شما خوشمزه تره یه بحث. این که تو قبلی رو تست کردی. آره ما همه فهمیدیم. اصلا نیازی نیست. یعنی به این رضا. اصلا بچه‌ها، اگه براتون استعلام میگیرن چیه قصه. خب من اجازه دارم. خواهش میکنم. قربون شما. حالا پیش میاد تموم شده، فقط من بچه رو چیکار کنم؟ حیف دختر دیگه ای ندارید. تو از اولی خیلی خیر دیدی، میخوای دوم میرم از همین. کلا اومده به قصد چیزه ریویو خود مادر حتی. احتمال زیاد. من خجالت میکشم. نه اختیار دارید، ما با خجالت بکشیم. من به دخترتونم گفته بودم قرمه سبزی جا افتاده دوست دارم. خیلی خوب بود. به پایان رسید این دفتر. ارتباط من و شما همچنان باقی است. قشنگ واقعا این که ناراحت کننده بیشتر جهت بیشتر شوخی‌ها واقعا ناراحت کننده است. چرا خب چیکار باید بکنیم؟ ما خودمون نوشتیم اینا رو که بر این اساس پیش بره. دیگه بفهم. شما خودتونم با من بودید، بهشون بگید مشکل از منه یا نه. ای وای ای وای خدا مرگت بده. آره واقعا کاش بمیریم. کاش مرده بودیم. کاش سالها پیش مرده. آره کاش هرچه زودتر هاست عوض شد. من بی‌آزارترین آدم اینجا اومدم. تو دادی لاینا رو. باشه من شما میتونستید بهتر فکر بکنید به من چی شد. یه پانچلاین کثیفه. خیلی عذر میخوام. همین بخندی الان یا گریه کنی. چیزایی که نباید بگی یا پس نمیگی. خیلی عذر میخوام. پس چی میگی؟ آره پس چی میگی؟ دعانویس ما قوی تر بود. آفرین. من یه چیزی تو این کانسپت این فاکتور خدمت شما.
خیلی ناراحت کننده. اینو باید به باباش بدی. خیلی زشت شد، خیلی زشت. اوکی بازم من تکرار میکنم اصلا مشکلی نیست، به هر حال تموم شده، ولی ایشون بابا بالا سرشون نبوده چون منو همش با باباش اشتباه میگیره. ددی این واقعا قشنگ بود. خب من بگم بفرمایید. متاسفم دعاتون اثر نکرد. اینم در حق تو هم کاتگوری بود. و آخریش هم فکر کنم من بگم. داری بفرمایید. ایول میدونستم آخرم باید بیام سراغ خودتون. بریم موقعیت بعدی یا داریم؟ بفرمایید. چیزایی که انتظار نداری از مدیرت بشنوی. من انتظار شنیدن هر چیزی رو از مدیرم دارم. ما تا اینجای کار همه چیز شنیدیم. حتی ما هم شنیدیم. من یعنی تو ذهنم برای نوشتن این یه مدیر خلق کردم، خودم توی موقعیت خاصی گذاشتم و جودم که خب این اگه بگه چی میگه واقعا مادر خوبی داری. مدیر انتظار نداری بشنوی. من البته جسارت نمی‌کنم. شما سوالای دیگه می‌پرسید. شما پرسیدی پدر مادر فعال یه جا توی لوکوموتیوی گفتیم که پخش نشد. اینو بگیم یه بار. تو کی گفتی اینو؟ پس بذار یه بار کامل خاطره کامنتش رو تو لوکوموتیو میتونید بشنوید که چه تو همین لوکوموتیوی که چهارشنبه پخش شده میشنوید. نشستیم یهو پدر مادر فعاله. کلا میپرسن کمکی میخوای یا مثلا فکر کنم امروز کار کنم. نمیدونم. این واقعا شاید نمیدونم. چیزی که من واقعا انتظار ندارم از مدیرم بشنوم اینه که اشتباه از منه. اوه چقدر تلخه اینو. این واقعا تلخه از مدیرت بشنوی. نه از اون موقعیت است که مدیرت میره در جایگاه مادر. آره اشتباه از من بود که اصلا این کارو به تو سپردم. دیدی این مدلی بهت خودت توجیه نکن. خیلی زحمت کشیدی. حقوق این ماه تو 2 برابر میکنم. چیزی که انتظار نداری. هیچ وقت قرار نیست اینو بشنوی. خسته نباشیدم احتمالاً قرار نیست بشنوی. خسته نباشی. چرا بغض کردی؟ تا حالا کسی بهم نگفت. حل دوربین من کدوم الان؟ کدوم اینه. میتونم؟ تغییر کرده چون دوربینا چون متحرکه. چونه؟ تا ویدیو تو این صحبت میخوام فیکس برم روی یه دونه. 13 این رضا میخوام فیکس برم روی اپیزود ضبط به همین ضبط 20 دقیقه ریکورد تا این اصطلاحه که دوربین من کدومه. آره میدونی ما معمولا اینجوریه. تو یه چیزی میگه ما انقدر خالی نمیفهمیم. باید دید با اینقدر پیچی و تنز اینقدر لایه‌های عمیقی داره. نه فقط جوک، هر جمله‌ای که میگه تو باید بشینی اینجوری کنی و تش اینجوری که من میفهمی. مثلا وقتی که میگم چی مثلا صاحب که هیچ وقت نمیفهمه. سوال دور نشسته خودشو وارد این بازی نمی‌کنه. مطمئن بودم آتاکش یه جایی بهم میخوره. معمولا این اتفاق میفته. بهتره که سری بیای تو یه سیلی بزنی داره تو باید به محسن. آرزو دوربینتون اینه لطفا. جوک قندیتون رو جوکو بگو. نبینم تو گیات مدیرت اینا میگه اکچولی میگه آره یکم بحث کاری کنید. نبینم تو گیات دعوا کنید. دیشب رو نیمکت هم یکی دیگه خوابیده بود. What؟ نیمکت پارک. مایکل اسکا. لیترال مایکل اسکا. خیلی ناراحت کننده بود. انقدر ناراحت کننده بود که نخندیدم. به افتخار تمام مدیرها که تو پارک میخوام. دستم نزدی. میخواستم بپرسم به افتخارش چی کار کنی؟ یه عدم تشویق برای مدیر. یک لحظه سکوت. واقعا سکوت داشت آخه. حتی یه لحظه هم نشد. 2 ثانیه سکوت. واقعا اوج بی‌احترامی. بگو. بیا جلوتر، چرا انقدر ازم دوری؟ این اولین لاینی بود که به عنوان یه دختر نوشته بودی. به عنوان پسرم ناراحت کننده. اگه یک مدیر مرد هستید ناراحت کننده است. کار حواستون به خانوما باشه، اینجوری صحبت نکنید با خانوما.
بگید پاشو بیا اینجا ببینم. اینجوری صحبت مامانم غذا نذاشته برام. چه مدیر حقیری هستی. همش ناراحت کنم. فکر کنم امروز کار کنم. یعنی از صبح شروع میشه، ظهر بعد از ظهر. میریم لاین بعدی، چهارمی. چیزایی که به وسایل خونت میتونی بگی ولی به پارتنرت نه. باز هم خیلی عذرخواهی میکنم. آره این واقعا خیلی عذرخواهی میکنم. نه حالا بذار اکتشو نیام، جملهش فرازه کافی بد هست. بذار زودتر تمیزش کنم، مهمون قراره بیاد. خیلی خوب بود. بعد میخواست اکتش چی بود؟ آره یه جا هست که جلوی خودم بگیرم. خیلی خوشحالم که عکسش تموم نشد. به قول امین اشتباه از منه که این موقعیت ها رو نوشتم. وقتشه که واقعا وقتشه که بس کنید. بفرمایید. دیگه اون حس و حال اولشو نداره. چی تو خونه میتونه حس و حال اولشو نداشته باشه؟ مبل، پارتنرت نشه، پرده، پدرت، همه چیز شاید. سوال قبل رو میتونه مریض شده باشه. میتونه نباشه. بفهمون مثل قبل دوست نداری. به نظرم جلدش کن. کنترل تلویزیون. پس من همین رو بدون اکت میرم که طبیعتا بهتره. چقدر خاک گرفته اینجا رو. میشه اکتشو ببینم؟ عکس این چیه مثلا همین؟ اینجوری. نه تو رو به چیزهایی که باور نداری. من یه لاین خیلی ناراحت کنم. از الان شک دارم که بگم یا نه. حالا بگذاری یکم به فکر خیلی کنم. ناراحت کننده ظاهری. آره واقعا. بعدی واقعا ناامیدتون میکنه. وقتش یه تنوعی بدیم. واقعا حالا نه واقعا نه آقا سینا چی شده واقعا؟ من کی شما باشم؟ از شروع کنی بعد تنوع بده. اجازه بده. قبلا انقدر صدا نمیداد. باز تاکید من میکنم باز همه شوخیه ها. اینا همه شوخیه. ما هیچ جوکای قندی قصد و غرضی نداریم به هیچ. و زشته و الهی بمیریم. رضا برو. هر کی نشسته روش دیده چه نرمه. بفرمایید. خدا خیرش بده. خدا خیرش بده. لوله هاشو پارسال از خلاقه تمیز کرده بود. الان دوباره گرفت. شت. کاش مرده. اسقر آقا آخه. بریم سری لاین بعدی. سری لاین بعدی. من ندارم. تمام شد. من یه دونه ویدیو هم داشتم سری بگم بهش پولم نمیرسه اگر نه ازش میکنم. سری برو. پس معلوم شد که ای وای. بله امیدواریم که پارتنرهامون هم جدی نگیرن. راند دوم شرح وضعیت با اسم فیلم و سریال. اینجا جاییه که من وارد میشم. رابطه عاطفیتون رو با اسم فیلم و سریال توصیف کنید. آقا این چه کاریه؟ این اصلا به خیر نیست برای من. جنسی نبود رضا. این کلا این به ما میخوره دیگه، یعنی متاسفانه ما ضربه میخوریم. تگویه. رضا اگه داری برو. شما بفرمایید. اگه داری برو. اگه داری من یه ذره خیلی بد نوشتم چپ دست. رابطه عاطفی. به هر حال قبوله. من از لذت هاش میخوام براتون بگم. طعم گیلاس. من از بدیاش میخوام براتون بگم حریم سلطان. آخه مثلا خب به هر حال دیگه تنوع. من از شبهاش میخوام بگم وحشی. من از اخلاقش میخوام بگم سایکو. من از فوایدش بگم سکس ادویکیشن. جالبه. مستقیم درست. سریع. آره چقدر درست و جالب و مستقیم. من میخوام از تنوع بگم 12 مرد خشمگین. من میخوام از سختیاش بگم میشن ایمپاسیبل. من از رفیقاش میگم سفید برفی و 7 کوتوله. نو آفنس. البته
از خانوادهش میگم خواهران غریب. خدا لعنتمون کنه. من همچنان از تنوع میگم نگهبان باغ وحش. من همچنان از اخلاقش میگم عفیه تهران. من از ایدئولوژی ها میگم خونه مادر بزرگ. یک سکوت به وجود اومد. میدونی من از این بازه سنی میگم پیر پسر. همون با چپ دست رضا رقابت میکنه. آره تقریبا. آره من در ادامهش یه چیزی دارم که میشه فیلم گلنار. عجب چیزی ریمایند شد. اگه بخوایم برگردیم عقب میتونم از دزد عروسک ها بگم که در راستای چپ دست یه ذره دزد عروسک ها. اصلا میشه سری بریم بعدی. ولی داری موقعیت داری. زنان کوچک. دیو من از موقعیت‌های شریفی نیاتور میگم دو زن. جالب. من دوباره از نوع جدیدی میگم شاید پردتور شکارچی. تو رو خدا رضا. من با سگ‌کشی لاین‌های خودم رو میبندم. سگ‌کشی رابطه عاطفی. چرا؟ من از وضعیت جوانای امروزی میگم مرد هزار چهره. پیام اخلاقی این ویدیو که بالاخره. من از ملزوماتش میگم سریع و خشن. بریم آقا. آیا ملزومه که قشنگ بود خیلی. موقعیت دوم شرح وضعیت با فیلم و سریال همچنان روزی که نمره هات رو میبینی. اوکی. مناسبتیه. لاین مناسبتی. برای زخم کاری. زخم کاری. تب سرد. نایس. قشنگه. رضا خداحافظ بچه. خوب. 50 روز التهاب. داریم چنین فیلمی؟ چه فیلم ناراحت کننده باید باشه. 50 روز التهاب. دارم چیز فیلم جنگیه. شاید باید دید. نمره ها رو میبینی و اینجوری که درخشش ابدی ذهن پاک از هر چیز. پاک از کل دنیا. آریا شهر 2 نفر. سری رفتی تو بیزینس بعدی. سری وارد بازار کار شدی. در راستای این فروشنده. خانه به دوش. خانه به دوش خوبه. نایس خوبه. واکینگ دد. عالیه. مردگان متحرک. مرده در حال راه رفتن. و آخریش منم فیلمی که چند وقت پیشم با هم دیدیم Good Luck Have Fun Don't Die. چقدر فیلم بدی بود. خیلی فاجعه بود. واقعا. ولی پوینتش اینه که باید نمیری تو اون بازه. فقط باید زنده بمونی. موقعیت سوم اکیپ دوستاتون رو توصیف کنید. به چی بهتر از اینه که به دوستان اینجا حضور دارن خودشون میتونی هر گونه توهینی دیگه بکنی. تا قبلش نمیتونستیم توهین کنیم. الان میتونید. الان بگو شروع کن. Inglorious Bastards فارسی حرامزاده های بی‌شرف منظورشه. من خاک بر سر بیشورت کنم. کاش مرده بودی رضا. خاک بر سر بیشورت. زیبا بود آقا زیبا. یعنی چی؟ من چه؟ من نوشتم تفلان مسلم. تو با اون شروع میکنی؟ خاک بر سرت کنم. من میخواستم از مدتش بگم ابدا 1 روز. بیشور نه. رفاقتی. من شدم پشت کنکوری ها برای خودمون نیست. ولی برای بچه‌ها بیشتر. ولی من نوشتم سیاره میمون ها. ولی من نوشتم قلعه حیوانات. جالبه برنامه گوزن‌ها. شات تو خودشون گوزن‌ها. کلا قرمزی و پسر خاله. عالیه. من خیلی بیشتر دارم توهین میکنم حس میکنم ماداگاسکار. ماداگاسکار خوبه. آره ماداگاسکار. ساحل گلوریا. ساحل قطعا گلوریا. گلوریا کدومیه؟ آره. محسن زرافه هست. من گورخرم تو شیره. کاش من شیره بودم. همین چیزه کینگ جولیانه. آره کینگ جولیانه. پنگوانه؟ نه کینگ جولیان اون سموره چیه؟ یه همچین چیزیه. یه چاقالم کنار خودش داره. I like to گفتم گورخرم. I like to move it. I like to move it. یادش I بخیر. like to move it. خب جامه دران. چی؟ چرا؟ اوکی جامه دریدی. چرا؟ دیدم بالاخره. امپراتور بادها. اینو باره. خودتی. به ما این دریوریان. و باز هم دارم بگو. لانه شیطان.
این درسته. میریم راند سوم، جوکای لحظه‌ای اما برعکس. یعنی موقعیتتون میگم. بله. دارم روی چیزی کار چقدر چسب. دارم روی چیزی کار میکنم. اگه بگیره پاره است. ای وای. نایس. خیلی توییتریه دیگه. خیلی محسن وقتی داشت رو لوکو کار می‌کرد. مرسی. عالی. بچه‌ها که 2 ماه توپ نگرفتن. رو به همه پارو خندان توصیف وضعیت رو به ما زده بود. لبه پارو خندان عالیه. بگیم. بریم من شروع کنم. بفهمه. سال 2019 یه آدم رندوم تو چین قبل اینکه یه خفاشو بخوره. کرونا. بابام 8 صبح وقتی داره جعبه ابزار باز میکنه. اونم روز این جمعه. واقعا درسته. آخر هفته. من یه چیزی میگم و باید صحنه رو ترک کنم بعدش احتمالاً. دایم بعد از اینکه زنگ گرفت. دارم روی چیز کار میکنم اگه بگیره خودتون پاره است. تمام خاندان‌ها پاره. همه پاره شد. نسل‌ها. آره واقعا. دوستم بعد خوندن کتاب راز. کتاب این فیونو. کتاب انگیزشی. میخوام توهین کنم ولی نمیدونم به چقدر آدم برمیخوره. آره. یه خلبان رندوم صبح روز 11 سپتامبر 2001. یوتیوب this is joke. اصلا یوتیوب یوتیوب گو. یوتیوب به خدا. اوپنهایمر موقع ساخت بمب اتم. واقعا واقعی کلمه. داشته باد میزد. چنگ اینجوری بوده این نگیره. یعنی ما که داریم تو این موقعیت زندگی ما میکنیم کاملا داریم زندگیش میکنیم میفهمیم. البته یه سری هم زندگی نکردنش بعدش. آره متاسفم. تا سالها هم نتونستن. هنوز نتونستم. نه هنوزم نمیدونم. ژاپنیا رو دارم میگن. الان زندگی میکنن توش. نه اونایی که مردن. ولی 3 تا چشم دارن. یا فنبوی. اینم جوکه. آره اینم this is joke. من هم از بابت یوتیوب نگرانم، هم از بابت داخل نگرانم. بیاد خارج نگرانم. یعنی از سیاره میندازنمون چیه بیرون. ما داریم رکورد میکنیم از اول. حالا بریم یه ذره داخلی ترش کنیم. مواد فروش محلی قبل از ترکیب تریاک با تای. تریاک با تای. عجب بنگری. بعد بگی تریاک با چست. تریاک با چست اکید سایی منفجر میشه. نقطا که میپرن برای چهارشنبه سوری. یه چیز بزنم بریم هوا. چی؟ تریاک قهوه انرژیزا. تریاک انرژیزا. واقعا این کارو دارن بعضی جا تو تهران میکنن. مثلا که معتادت کنن که هی بیای مراجعه کنی. آره اینا اگه چند وقت خارش گرفت. چند وقته؟ اون خاطر مصرف خودته. اگه جایی دیدین حتما حتی تو این عکسش هم داره خودشو میخارونه. میکنن دیگه. آب آتیش میکنن. تریاک ارزون آخه. نه. مامانم بعد پلن کردن قرعه کشی خانوادگی. سرطان خالص. چه خاطره‌ای از 20 سال پیش زندگی داشتی کرد. تا گرفتید واقعا همیشه نفر آخر به من میافت. واقعا راست این بعد که 20 بود سال هنوز دارم قسط میکنم. از 2 سالگی برای من قرعه کشی برداشته. پولش برای خودش بوده. نکتهش همینه. هیچ وقت برای تو نیست. دقیقا یه پارتنر و سرمایه گذار نیستی، تو به عنوان یک نیروی مهره‌ای. دقیقا برده بازیچه. ببین یه دونه هم هست خیلی چیز با بزرگم قبل فروختن زمیناش. آره واقعا. خاطر 20,000 تومان قبل از تعویض زمیناش با یه سیخ کباب. تاب زدن زمین ها یه سیخ کباب. مکانیک ماشینم وقتی ازش میپرسم ماشین کی آماده میشه آره وای.
هیچ وقت هم روی چیزی که آماده نمیشه اگه بشم دوباره برمیگردی همینجا. ساقی محل قبل کور شدن کل محل. خیلی قشنگ. رفیقم بعد جوین شدن توی شرکت هرمی. وای بازم واقعا دقیق خوب واقعا پاره میکنن. یه روز چیزی کار میکنم. یه روز رندوم میاد میگفت داداش نوار بهداشتی نمیخواد. اینجوریم که من پسرم. گفت که نه بخر به دردت میخوره. آشنات نمیخواد. آره. میخوای بنز بخری یا نه؟ آره. میخوای میخوای رشد کنی یا نه؟ تو باید نوار بهداشتی ببندی. که من نمیتونم. من یه دارم میگم کات کنید. بابام قبل از به دنیا آمد. بریم بس خانواده اینو گفته به مادر نمیدونم نه اعلام توییت زده باباش. امشب داریم روی چیزی کار میکنیم. به خواهرت گفته. در واقع داشته به ما میگفته. ما بابا هر جا که هست خیلی دوستتون فعلا داریم. چیزی کار نکنیم. چیز کار کردن من یه همون بحثش مرسی سیده همون کافی بود به اندازه کافی خجالت زدم کردی اوکی بذار اونا خجالت بابا تو مثلا تو چه ربطی داره؟ 16 سال اختلاف سنی تو هم برو روی چیزی کار کن. بگو لاین بعدی رضا و در نهایت فلافلی محل قبل از اینکه قارچ اتمی بالای محل شکل ای بابا. و تاکید داره که نه نخود که نفت داشته ما تو آب گذاشتیم. که غذا رو اینجوری داره پرواز میکنه کپسول پرواز جی تی اس هم اینجوری روی خاله سوسو میزنه میره رو هم اینترسته داره. فلافل نخور. ساندویچ این فلافل آهنگ اینترستلار که با گوگل آخرشو من بگم. بفهمید این وقتی با دوتا بستنی میاد خونم. مشکلات درست نقطه زنی مشترک همه ایرانی هست. دایای خوب. من هرچی از این ریلزا میبینم واسه مامانم میفرستم. خیلی خوب این ویدیو برنده نداره ولی دو تا از شما رو انتخاب میکنم با هیئت جوری که پشت سر نشستن. دو تا از شما رو انتخاب میکنیم برید ویدیو بعدی چون ویدیو بعدی دو تا کمدین قدر قراره بیان بشینن. قدرا خفنو کمدینای برنده واقعی شمایید که ما رو تماشا میکنید. ویدیو دوشنبه رو حتما ببینید. جوجو هم تا اون موقع دست شما سر تغییری خواستین همه با هم باشیم. کامنت بزن